Allahu Ekber. 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 امجام الحمدلله همه آرامه خوبه. خملیسه بسیار چند ماشین ها 10-20 ماشین اتوبوس ها هستن. همه خوبه بی تشویش. همه طرفه همه جا قبول کردن. یکم تشویش نیست انشالله. بعد حاجیان کمتر میده الحمدلله. حاجی جان امجا مستی ما از میام. Karattan bunisiga sana yetti. Смотри, как суету поймал. Я вот он, ему там все бордели, на этом вашем доме. Духовенство не так, Allahu Ekber. 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 السلام علیکم دوستان عزیز. خدا نگهبان تو باشه برادران مهربان. ویدیو را دیده روز سعید جمعه مبارک. برادران مهربان شور و غوغا نبرداره. امروز من خودم در هم مسجدی نوکوز نیست که بدم نماز خواندیم الحمدلله ساق سلامت. همین امام مسجد با نصیحت کرد. بعد وای برمدن بچه‌ها خیم تکبیر گویان گذاشتن برفتن. انا میتینگ شده پیتینگ شده هیچ نشده. یگان گپ خبر زیاتی نشده. التماس چی میگن خمرنا و تخفیفا اندازه و حرکت کنید سرکات هم کار کنید. پروردگار هم ما رو باید را چیزی کنه. پروردگار اسلام ما رو هم وقت دست بالا کنه. خداوند حفظ کنه برادران. من از میمونم برادر گم شدگی مادر گم شدگی اما بچه‌شون قطعی بیش صحبت کردن. ای ماه سپتامبر التماس ویدیو را پاک کنید تا بچه گیو شود. های چی بگم احتیاط باشه برادر دگجو باشه. التماس همون شخصایی که دام تلگرام همو روز 21 میتینگ نوشتن خودشون یگان جور نبودن نابود بودن دروغ بودن. میخواستن که یک ایدرن یک شو غوغا بردن. الحمدلله ما خوب شد درش گذشت. و یاد برادر که الله اکبر گذاشتن تکبیر گذاشتن امروز مسجد سرکم رفتن با مسجد رفتن مثل عید قربان بود رمضان بود کدا بودیم نه هم قدر بود هیچ گپ خارج نیست میتینگ نیست التماس عید میکار بار شدن. خدا همه ما را به راست هدایت کنه. ای با مردمی که درن مسجد دور اومدن ایورا مقصد ای طرف نبوده و اون خاطر میخواستن یک غوغا شاد درسته که الحمدلله همش تنج کردن همه خوب میشه دیگه مسجد پسین ان شاء الله نمیدونم رای دورم شوند اون پشت مسجد میستن پراویر که دکومینه دکومیتو تو اساس کنه. خدا نگهدار. سلام علیکم اکای بابا جان. ما سایت شما رو تماشا کردیم.
خیلی خوبی زیاد شما در شهروندان ما میرسد. ما می نداریم که شما هم خیلی سایتا دارین، خیلی مادرها را دستگیری میکنین، در گفتگو فرزندشون میشین، کم بودیهشون میشین. ما شما می نداریم که ما هم از خاطر هم مادرایی که به شما مراجعه دارم. دولت مرادزاده شهرام سال 2002 20 نوامبر این پسر من 2 سپتامبر روز اخیر اون بار در علاقه قطعی ما صحبت کرده گپ زدگیش در ایسترا، در شهر ایسترا قطعی با همراهی مامش خالش در اونجا بود. به من چیزی نگفته. مامش قطعی خالش دروغ میگه که من نجنی نوی کارده میرم از طرف جای کار مرا روان کردستیان. تا حالا پسری ما درک نیست دیگه. شما خواهش مندم و شما مراجعت میکنم که فرزند التماس اگر امکانیت داشته باشه دستگیری کنه که من فرزند ها بیام. کسانی که در امی فرزند مرا دیده در یگان جا یا شنیده در رقمه که در پایان ویدیو من مونده گه در هوای التماس زنگ زنین. شهرام جان بچم در کجا بدن تا اگر ویدیو ما رو تماشا کرده باشی التماس زنگ زن بگو بچم که در چه احوالی در کجایی. تو میدونی بچم که ما برای تا همه چی کنم میکنم. در اگه پستی زده باشی گفت زن میرم میارم تو بچم. اگر ساق سلامت باشی در یگان جا باشی بچه در رقم های خدم یا در رقم های خالت در پایانی ویدیو موندگی در زنگ بزن بچه. طاقت درود دیگه ندارم جانی. میره ما شهرام دولت مراد شهرام خرسندلوی سال تولدش 2002 روزی تولدش 20 نوامبر ای 25 آگوست رفت تا 3 سپتامبر زنگ زد گپ زد ای ایسترا رفت گفت نیجنی نوگورود میرم ماما به درکه ای 3 سپتامبر مردمی توجی کسی درسته میوین همی فرزندی ما نبیره مرا نومرون داوی اکرار میمونم التماس زنگ بزنیم. سولمشه نمیویمشه التماس ای شما زوری توان میکنید که همین نبیره مرا در کجایی که دیدین همین نومرای روی اکران زنگ بزنید. ما نوحیه یوونم التماس. السلام علیکم. من یک اپایی که 9 سال شد فرزندی پدر ما گم کردگیم. سعدالله ابن نعمتالله رحمت الله بیچ 2016 به شهر الماتوق قزاقستان رفتگی. در همی بین 9 سال 2 مرتبه مبلغ روی کردگی تمام. دیگه ای نه نام ای نه نشان ای نه خبر ای. در این بین 2 بار زنگ زده به کدام جورایش خبرش با آوردن دادن. پدرم بندگی کرد، مادرم بندگی کرد، نه زنگ ای نه گپ ای نه خبر ای. خلاص ما نمیدونیم نعمت الله جان تو زنده ای در کجایی یک گپ خبر نمیدونم. خدا جانی من گفتنی دومدم نعمت الله جان دارم در کجای باشه زنده حیات باشه. همین برادرم داد سخن کردم یه ویدیو شد تماشا کردم گفتم خیلی یه ویدیو کنم همین برادر درایی کنم زنده و حیات باشه. یکم تلفن یا یکم گپ خبر تا بفهمم نعمت الله جان
تا که جای باشه سلامت باشه. یک گفه یک خبری زنده بودن تا بفهمه موقعی نمیدونم خود در زندانی نمیدونم موقعی که جدایی